به نام خداوند بزرگ. بینندگان عزیز، عرض سلام و احترام خدمت شما. باز هم خوش آمدید به درس چهارم. پیش از اینکه درس چهارم شروع بکنیم، خواهش ما از شما است که این چینل را که چینل خودتان است لایک و سابسکرایب بکنین. همچنان با دوستایتان اگر کسایی که میخواین به سیتیزنشیپ اپلای بکنن و مشکل دارن با اونها هم شریک بسازین. شروع میکنیم از این سوال شماره دوم. شروع میکنیم. در این سوال گفته که What is freedom of religion? What is freedom of religion? میگه آزادی دینی چی است؟ جوابش است که You can practice any religion or not practice a religion. یعنی که شما میتونین هر دینی را که خواسته باشین پیروش باشین، یا ای که میتونین پیرو هیچ دینی نباشین. درست است؟ سوال بعدی را میریم. در اینجا گفته که What is the economic system in the United States? سیستم اقتصاد امریکا یا سیستم اقتصادی ایالات متحده امریکا چی است؟ دو جواب داره. شما اگر یکی از جوابا را بگوین درست است، شما کامیاب هستین. جواب اول است که میگه capitalist economy، اقتصاد کپیتالیستی. ما شما هم کپیتالیزم میگیم، نه کپیتالیزم که میگه کپیتالیست. جواب بعدی market economy، یعنی اقتصاد بازار یا اقتصاد مارکت که میگن برش. سوال بعدی را میریم. در این سوال میگه که What is the rule of law? rule of law به معنای از که یعنی قانون مداری یا قانون در جایی که حکومت میکنه. نه قانون مداری چی است؟ What is the rule of law؟ یعنی که قانون مداری چی است؟ 4 جواب داره. ببینین 4 جواب، 1 جواب، 2 جواب، 3 جواب، 4 جواب. یکی از این جوابا را که شما بگوین درست است، کافی است. جواب اول قسم است که گفته Everyone must follow the law. هر کس باید قانون را مراعات بکنه یا اطاعت بکنه. جواب دوم چی است؟ Leaders must obey the law. رهبرا باید از قانون اطاعت بکنن. سوم جواب چی است؟ Government must obey the law. حکومت باید از قانون اطاعت بکنه. جواب چهارم چی است؟ No one is above the law. هیچ کسی بالاتر از قانون نیست. بینندگان عزیز، همه قدر به نظر من بس است در این بخش برنامه. این چینل را تعقیب بکنین و منتظر برنامه‌های بعدی ما با سوالات بعدی باشین. تا برنامه بعدی، بدرود.